زمانش آغاز میشه. رامین فرج‌نژاد یک دو خیلی راحت و سرعت بسیار عالی اسکات رو میزنه. ببینیم با لیفت اول چه میکنه. اون رو هم میزنه. 58 ثانیه فرصت باقیه. رفت سراغ لیفت دوم 350. بله رقابت خیلی حساس و هیجان انگیزه. قبول. اون رو هم میزنه. 42 ثانیه زمان باقی مونده برای رامین فرج‌نژاد. خیلی حساس. آقا تا این لحظه هیچکی اون وزن رو امتحان انجام کرده. ماشاءالله رامین ماشاءالله ماشاءالله قبول. و تمام میکنه. ماشاءالله به رامین فرج‌نژاد. خیلی عالی. خب اینا رقابت دارن. باید تمام وزن‌ها رو تا پایان به صورت سریع‌تر انجام بدن تا امتیازی بهتری بکسبن. دیگه 100 ثانیه ها فکر کنم بله مشخص کننده باشه. خدا رحم شکر میکنه رامین فرج‌نژاد. تشویقش کنید خواهش میکنم. زمان رو اعلام کنید لطفاً آقای قزوانی. خب 4 تا حرکت رو به بهترین نحو انجام دادن و رکورد خیلی خوبی رو ثبت کردن. 53 ثانیه و 49 صدم ثانیه. باریکلا. ببینیم آخرین ورزش